بسم الله الرحمن الرحیم. هفته دولت، قبل از هر چیز باید یاد امامو بکنیم و شهدایی که در هفته دولت بر اساس اقدامات تروریستی جان خودشون رو از دست دادن و این نشون میده که جمهوری اسلامی از 40 سال 50 سال قبل همچنان زیر ترور و در حقیقت جنایت بوده و اون تهمت هایی که به جمهوری اسلامی میزنن که اینا ترور رو پشتیبانی میکنن، ترور رو نمیدونم تو منطقه ناآرامی ایجاد میکنن، نشون میده که ما، حکومت ما، نظام ما از اولش تا الان همیشه قربانی ترورها بوده. بزرگانمون رو، بهترینانمون رو در این ترورها دست دادیم متاسفانه، تا اینکه تو این اواخرم فرماندهان و دانشمندان و عزیزانی رو در همون ادامه روندی که وجود داشت از دست دادیم. به هر حال یاد و نامشان گرامی باد و خداوند کمک بکنه که ما بتونیم برای استقلال و سربلندی کشورمون با وحدت و انسجام بریم جلو. فرصتی پیش اومد در خدمت شما باشیم، بعد دغدغه‌های شما رو گوش بدیم، اون مقدارم که بلدیم جواب شما رو بدیم. خیلی متشکرم آقای دکتر. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و هفته دولت رو خدمتتون تبریک میگم که این هفته انشالله گرامی باشه بر شما و همکارانتون و یاد و نام شهدای با هنر و رجایی رو هم گرامی میداریم. من خدمت مردم عزیزم سلام عرض میکنم از طرف خودم و آقای ابتهی و آقای گنجی که امروز در خدمت آقای دکتر پزشکیان هستیم و خیلی هم تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که یه گفتگویی تا اندازه متفاوت و حالا صمیمانه با شما داشته باشیم. به کسوت و قدمت و سیادت باشه. آقا شما باید شروع بفرمایید. بذار شما شروع بفرمایید و انشالله که گفتگوی خوبی باشه. منم عرض تبریک میگم براتون برای هفته دولت و زحماتی که کشیدید و یاد شهدای دولت رو گرامی می‌دارم. آقای دکتر، بعد از این جنگی که اتفاق افتاد الان مهمترین مسئله اینه که مردم در تعلیقن. این در تعلیق بودن فکر میکنم از جنگم بدتر باشه. سرمایه گذاری نمیتونن بکنن، بازارها، شرکتها، برنامه ریزی ها. چجوری میتونین این مردم رو از بلا تکلیفی در بیارین؟ الان بیشترین سوالی که تو خیابون این ورور از هر کی میپرسه، دغدغه‌ای که حالا چه میپرسه چه نمیپرسه، اینه که بالاخره جنگ میشه یا نمیشه، چون اون جنگ رو بالاخره تجربه کردن. این من فکر میکنم مردم ما عزت میخوان، جنگ نمیخوان. حالا این بینش رو دولت باید پر کنه، مسئولین اجرایی پر کنه. شما برنامه‌ای برای این کار اگه داشته باشین، دغدغه‌های مردم رو کم کنید، خیلی خوبه که در اینجا بفرمایید. ببینید، ما که دنبال جنگ نبودیم، نیستیم و نخواهیم بود. ولی خب همون جوری که در اول گفتگو گفتم، اینا از روز اولی که این انقلاب شروع شد شروع کردن ترور کردن و دنبال کودتا بودن، دنبال تجزیه بودن. چیز تازه ای نیست. الان هم طمع اینو کرده بودن که با تحلیلایی که میکردن و برنامه‌هایی که داشتن، حتی به اون هوش‌های مصنوعی که خودشون تصور میکردن ایران در ضعیف‌ترین حالت ممکنه، به نظر من و تحلیلی که در ذهنم هست، اینا تصور میکردن اینا میان حمله میکنن، روز سوم مردم تو خیابونان و بعدم نظام و انقلاب و کشور رو ساقط میکنن. اصلا علت این که من کاندید ریاست جمهوری شدم اون موقع، به دنبال این نبودم که رئیس جمهور بشم. قصد و نیتم این بود که در حقیقت مشارکت رو در جامعه و در کشورمون افزایش بدیم، چون این خطر رو خودم احساس میکردم. عدم حضور مردم یعنی ضعف و ناتوانی یه جامعه‌ای. هر چقدر ما بتونیم مردم رو در صحنه نگه داریم، با مردم و برای مردم زندگی کنیم، خب طبیعتا قدرت بیشتری پیدا میکنیم تا اینکه یه گروه و یه جناح و یه دسته قدرت رو به دست بگیره و بخواد حکومت داری بکنه. اینا تصورشون این بود که به هر حال مردم در کشور ناراضی هستند. بیان شما ببینید اول اومدن در این روند مرزهای ما رو زدن. تو مرز خبری نبود که پاسگاه ها که برای اینکه بتونن این
افرادی که مزدوران بیان تو، حالا از جنوب و از شمال و از شمال غرب و اینا. بعد مرکز نیروی انتظامی ما رو زدن با این تحلیل که مردم خواهند ریخت تو بیرون و کسی هم جلودارشون نخواهد بود، بعد دیگه مسئله حل تموم خواهد شد. این روند چیز تازه‌ای نیست. ما موقعی هم که چه قبل در زمان انتخابات چه در بعد از انتخابات تمام شعارم این بوده که ما باید در داخل وحدت و انسجام رو درست بکنیم. وحدت و انسجام داشته باشیم، قدرت پایان ناپذیری داریم، برای اینکه مردم اگه با هم باشن هیچ قدرتی طمع نمیکنه به این سادگی وارد کشور بشه. حضرت امام اون موقع میگفت که مثلا حالا اومدن و زدن، بالاخره باید بیان پایین. با این مردم میخوان چیکار کنن؟ اگر ما وحدت و انسجام داخلیمون رو تقویت کنیم که داریم به اون طرف میریم، اون کاری که من از دستم برمیاد اینه که اختلافات و دعواها رو کنار بذاریم، وحدت و انسجام رو در کشور توسعه گسترش بدیم و مقام معظم رهبری هم در روند سخنرانی‌ها و گفتگوهایی که داشتن، شما اگر دقت بفرمایید شاه بیت کلماتشون همون وحدت و انسجام داخلیه و حتی تو این جریانات روند سخنرانی که تو اون 12 روز جنگ بود، اون برادرمون گفت از ایران بگو و از ایران یعنی ایرانه که اگه امر مقدس اسمشو گذاشتن اخیراً و این الان دیگه شده بیان همه اون کسانی که در خط امامن، در خط رهبریان، که ایرانمون رو باید حفظ کنه و ایران مربوط به یه عده و دسته نیست. هیچ کی نمیتونه بگه این مال منه، این مال همه مردم ایران ماست. اینو اگر ما بتونیم این وفاق و همدلی رو ایجاد کنیم، اون دغدغه ها بوده اونایی که در حقیقت دغدغه داشتن، ولی اگه ما وحدت و انسجام داشته باشیم من تصور میکنم خیلی بشه اینو آروم کرد. و یعنی جنگ نمیشه یا میشه؟ ما اگه وحدت داشته باشیم، اونا طمع کرده بودن اگه جنگ بشه بتونن ناقص، اصلا تصور نمیکردن ما بمانیم. الانم آینده رو میگم، بیشتر برای آینده رو میپرسم. ما دنبال جنگ نیستیم، ولی اگه بخوان تجاوز کنن با قدرت جلوشون میستیم. ما نمیخوایم به جنگیم، از روز اولم گفتیم، ولی از جنگ هم هراس نداریم. مردم هم نشون دادن که اگر قرار باشه جنگ بشه، انسجام و وحدت داخلی با قدرت خیلی بیشتری. ولی مردم جنگ نمیخوان. مگه ما میخوایم؟ نه، میگم بعد این جنگ نشه مسئولیت شماست. به هر حال ما داریم تلاش میکنیم، ولی آمریکا و اسرائیل دنبال تجزیه ایرانن، دنبال ساقط کردن ایرانن و هیچ ایرانی دلش نمیخواد که کشورش تجزیه بشه و یا با ذلت بیاد و تسلیم بشه. آقای معزی شما بفرمایید. آقای گنجی ها بفرمایید. البته آقا سید فکر کنم اون بخشی هم که مربوط به صهیونیست‌ها و آمریکاست میخواد از شما جواب بگیره. اونا دیگه دست از نه، ایشان دوست داره قضیه رو جناحی بکنه. من یک کتابی رو میگه که صهیونیست‌ها، نه ما بخش ایرانشو کار داریم، ملت نمیگن صهیونیست‌ها چیان، میگن من یک کتابی میخوندم اون موقعی که دانشجو بودم. اون آمریکا تو جنگ ویتنام بود. میچل کلر یک کتابی نوشته بود، آمریکایی بود، جنگ بی پایان. میگفت آمریکا منافعی که در مناطق داره اونقدر زیاده که دست از اون بر نخواهد داشت. تو این کشورها اونایی که میفهمند و میدانند و غیرت دارن اجازه نخواهند داد که این آمریکایی‌ها این منابع رو مفت بردارن ببرن. نتیجه این آمریکا هم که از اینا نمیتونه دست بکشه. نتیجه این دو تا معادل جنگی است بی پایان. بعد مثال‌های زیادی می آورد. در حقیقت اون کتابی که نوشته بود، اینا میخوان منابع ما رو، امکانات ما رو، همه چیز ما رو مفت بردارن ببرن، ما هم سرخم بکنیم. خب دارن اول قومیت ها رو مطرح میکنن. قومیت ها نشد مثلا فرض کنید کشورها رو به جون هم میندازن، نشد حالا مستقیم خودش میخواد بیاد. بعدم پشت اون چهره به اصطلاح خیلی قشنگ و زیبایی که از خودش درست کرده شیطانیتی وجود داره که میبینی بی هیچ محابایی زنان، بچه ها، پیرا، مریضا همه رو میکشن، ولی وقتی که میخوان با مردم حرف بزنن میگن دموکراسی نیست. تو کشور ما برای آزادی این کشورها میاییم. اون آدمایی که برای آزادی یه جامعه میان
کودکان رو، زنان رو تو غزه، تو فلسطین، تو سوریه این بلا رو سرش میارن؟ اونا چه گناهی کردن؟ دروغ میگن. در این چه روندیش که وجود داره. اونا دست از کار خودشون نخواهند کشید. اگر ما در کشورمون با وحدت و انسجام بیستیم، من تصور میکنم به این سادگی طمع نمیتونن بکنن، برای اینکه براشون خیلی گرون تموم میشه. بله. بله، من هم تبریک عرض میکنم عفو دولت و خدمت جناب عالی و یاد خاطره شهدای دولت، چه رجایی و باهنر، چه مرحوم شهید رئیسی و همه اعضای دولت گرامی می‌دارم و تشکر میکنم از معاونت ارتباطات دفترتون که این سلیقه رو به خرج دادن و یک فرار از اون کلیشه های مرسوم را ابداع کردن و قابل تقدیر هست. قبل از سوالم یه تقدیر دیگه از جناب عالی بکنم که مبتنی بر تجربه‌ای که ما از گذشته ها داریم. خب الحمدلله جناب عالی، من بارها هم نوشتم، در تریبون قدرت مقید به اخلاق هستید و انسجام خوبی را حفظ کردید با قوا، با نیروهای مسلح. الحمدلله این بخشی از قدرت ما همین انسجام است که شما برش تاکید میکنید. بعضا تجربیات خوبی از گذشته نداریم که این قدردانی رو میکنیم. ما واقعا رئیس جمهور داشتیم که من اسنادش دارم که مثلا فرض کنید بهش نامه می نوشتن که فلانجا بودجه کم داریم، پینوشت میکرد که از بودجه مخالفین دولت بردارید اونجا رو حل کنید. بنابراین این صمیمیتی که جناب عالی دارید و فضایی که ایجاد کردید و مقید هستید قابل تقدیر است. اما سوالم اینه که خب جناب عالی توی تبلیغات انتخاباتیتون و حتی تا 2 ماه بعد از اون چیزی که من جمع آوری کردم بیش از 50 بار فرمودید که من برنامه‌ام سیاست‌های کلی نظام و برنامه 7 هست. قطعا همینطور هست با اون روحیه‌ای که در یک رنگی که در شما هست. اما این خیلی ملموس نیست. یعنی این چطور به سازوکار، چون سیاست‌های کلی که سند بالا دستی است، برنامه اجرایی که نیست، این باید بیاد در قالب برنامه‌های اجرایی، کارشناسی، ابلاغ یا قانون، در واقع اونجا جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا بکند. یا مثلا برنامه 7 ممکنه بخشای متناسب از شرایط امروز کشور قابل اجرا نباشد یا قابل تجدید نظر باشد. اینا الان معلوم. مثلا فرض کنید شما تو برنامه 7 دارید که وزارت نیرو باید 15 میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی کند و تو همین برنامه دارید که وزارت جهاد کشاورزی باید یونجه و گندم و برنج پر آب را بتونه به خودکفایی برسونه. این تو برنامه 5 از 15 میلیارد مکعب صرفه جویی، از بر خودکفایی در برنج که اون مصرف آبو داره، یا یونجه یا گندم. خب اینا رو چطور میشه دولت میتونه در واقع جمع بکند و این سیاست‌های کلی را شما الان تو حوزه عملیات به چه صورت دارید میبرید و کابینه چطور همگرا هستن نسبت به سیاست‌های کلی؟ خصوصا یک تکمله هم بهش بزنم اینه که من خودم توی این 27 سال ندیدم، این واقعا ندیدم، اولین بار از شما دیدم که مثلا در جریان همسو با جناب عالی روزنامه‌ای، نخبه‌ای دانشگاهی بیاد مثلا یه پاراگراف یا یه مقاله در تایید سیاست‌های کلی نظام یا تبیینش نوشته باشه. من ندارم. بارها ادعام کردم که کسی ثابت کنه من عذرخواهی میکنم. لذا چطور می‌خواید این را پیش ببرید سیاست‌های کلی را؟ ببینید تو اون انتخابات هم دعوا سر این بود که اینا میگفتن شما برنامه ندارید و من از نظر خب من یه آدم دانشگاهی ام، آدم تنبلی هم نبودم. تو دوره دانشگاه هم بالاخره جزء رتبه‌های برتر می‌شدم خیلی مواقع و امتحانات، سهمیه هم نبودم، همینجوری آدم تلاش می‌کرده، درس می‌خونده. جاهایی هم که کم می آوردیم اون موقعی بود که اصلا نبودیم، تو جبهه بودیم، جریانات جنگ و اینا باعث میشد که نتونیم تو امتحان باشیم. میفهمم برنامه یعنی چی و میفهمم یه آدمی که میاد حزبی نداره و این حزب ساختار حزبی نداره، چون ما خیلی از حزب‌هامون یه نوع تشکیلاته، یک گفتمانیه که از نظر اون مانیفستی که باید داشته باشه و برای اون
چهارچوب یا مانیفستی که هست برنامه مشخصی داشته باشه نداریم. مثلا چه اصولگراها، چه اصلاح طلبها، چه همه این احزابی که هستن، وقتی بهشون بگید شما برای بهداشت درمان برنامه‌تون چی هست، هر کدوم یه حرفی میزنن. برای آموزش پرورش برنامه‌تون چیه؟ هر کدوم یه حرفی میزنن. برای مثلا فرض کنید سیاست خارجی، برای اقتصاد، برای فرهنگ، حداقل من ندیدم. یعنی ممکنه بگم ما نوشتیم، بین نوشته و اون که افراد بر زبان میارن با هم خیلی فاصله است. به هر حال ما برای بهداشت درمان و آموزش پرورش همه این روند اومده، ولی این چیزی که ما میبینیم به نظر من بی‌عدالتی است. در نتیجه از اول بنده گفتم که من که نمیتونم به این سادگی برنامه بنویسم بدون پشتوانه حزبی که اون حزبم چارچوب داشته باشه، که اعتقادم بر این حزبی تو کشور به اون شکل وجود نداره. احزاب هستن ولی به اون شکل ساختارمند هنوز رشد نکردن. شاید هم ما اجازه ندادیم، حاکمیت اجازه نداده اینا بتونن رشد بکنن و اون چارچوبای خودشون رو در بیارن و در میدان عمل کنن. در نتیجه تنها کاری که میشه کرد اون چیزی که نوشتیم، سیاست‌های کلی رو کارشناسی‌های کشور، مجموعه دانشگاهی‌ها، مجموعه دولت و بعد تازه مصلحت نظام، این مجموعه اومدن جمع‌بندی کردن شده سیاست نظام. یعنی یک پشتوانه محکمی حداقل از نظر کارشناسی در قبال این سیاست‌ها وجود داره. من هر کاری می‌کردم بهتر از این سیاست چیزی در نمی‌اومد. برنامه‌م این همینه. برنامه دولت‌ها با تمام کارشناسانشون میشینن می‌نویسن، بعد میاد تو مجلس چکشکاری میشه، نهایتاً به یک چارچوبی تبدیل میشه. آیا این برنامه قابل اجراست یا نه؟ من از روز اول گفتم اون چیزی که قابل اجرا نیست اعلام خواهیم کرد که این چیزی که نوشته شده قابل اجرا نی، به این دلیل هم قابل اجرا نی. در نتیجه با مجلس الان در رابطه با خیلی از بندهای برنامه داریم وارد گفتگو میشیم. علت این که تا حالا فرصت نکردیم گفتگو بشیم، شما میدونید در موقعی که ما اومدیم همش به اصطلاح با حادثه مواجه شدیم، یعنی انواع و اقسام حوادث رو طی کردیم تا اینجا اومدیم. و خب اینا نمیخوان که ما پا بگیریم و بریم جلو، ولی با قدرت به دنبال اینیم و این راه رو هم با حول قوه الهی و با پشتوانه مردم و با رهبریت مقام معظم رهبری خواهیم داد. من بارها گفتم چشم اندازی که الان مقام معظم رهبری تعریف کرده اصلا مستقل از این که یکی باور کنه رهبری رو یا باور نکنه، این چشم انداز به ذات زیباست. یه چشم اندازی که میگه من میخوام برترین بشم، میخوام مستقل بشم، میخوام از در اقتصاد، در صنعت، در رفتار انسانی الهام بخش بشم. اینو هر کی بگه میشه بهش ازش محکم دفاع کرد. این چشم انداز چیزی نیست 20 سال تموم بشه. چون میگن آقا این 20 ساله است. نگاه منه، من دلم میخواد کشورم، جامعه‌ام، محله‌ام، دانشگاهم، مدرسه‌ام، هر جایی که هستم بهترین باشه، الگو بشه. پس خودم رو و کسانی رو که در این راهن سعی میکنم تلاش کنم به اونجا برسم. خب نرسیدیم، علتهای زیادی وجود داره، حالا وارد بحث نمیشم. در نتیجه این قوانینی که الان نوشته شده و چارچوب برنامه است با شرایطی که ما داریم در حال بازنگری برای اینکه بتونیم آن چیزی رو که بلدیم اجرا کنیم، آن چیزی که نمیشه رو با مجلس به مشورت بذاریم. به این دلیل این کار رو ما نمیتونیم انجام بدیم. در نتیجه اینا در حال بازنگری گفتگوست. یکی از بحثایی که الان من با برنامه بودجه دارم و مصرم، البته همه اینا زمان بره، بعد شما میگید گفتید نشد. حتی ما روز اول سال قبل اولین باری که بودجه رو می‌خواستیم بنویسیم به این عزیزان گفتیم که بودجه عملکردی بنویسید. ولی خب بودجه عملکردی گفتنش ساده است، نوشتنش به این سادگی نیست. ما علت این تورم‌ها و مشکلات یکی از عوامل اصلیش دولته که هزینه درست میکنه، منابع نداره. وقتی منابع نداره پول چاپ میشه، پول چاپ شد تورم ایجاد میشه. در نتیجه ما اگر بتونیم دولت رو بر اساس داشتمون گسترش بدیم و یا براش کار شغل تعریف کنیم، حداقل تورم ایجاد نمیکنیم. و این لازمش اینه که خیلی از این سازمان ها، بنگاه ها، مراکزی که موازی کاریان جمعش کنیم. آقای رئیس جمهور ببخشید همکارانتون قبل گفتگو به ما گفتن این گفتگو خیلی غیر رسمیه،
یه وقت دیدید پاسخهای آقای رئیس جمهور داره طولانی میشه تذکر بدید که کم بکنن که بتونیم بیشتر صحبت ما یه موضوعی رو میخواید حل کنید که من کاری ندارم. شما سوال اگر به اصطلاح تیکه بکنید جواب بله خیر میگیرید. وقتی داره یه مسئله رو مطرح میکنی که یک مبنای علمی داره، من بلد نیستم این مبنای اینا رو در کوتاه ما چون ممکنه ناقص بگم بعد بگی خب این که نشد. حالا به هر صورت بخوایم به سوالات دولتی که گرفتید شما ظرفیت اجرا کردن برنامه رو داشت، تحویل گرفتید. اینم بحث جداست. ما اصلا ساختار، ما 3 تا شاخص توسعه داریم: فرد، سازمان، جامعه است. به قول میگه individual capacity، سوشل و ارگانیزیشناله. فردی ما آدمای تک تک نگاه کنید متخصصین خوبی هستیم. سازمانی وضعمون اصلا خوب نیست از همون اول. الان ما برای انتخاب پست‌ها دنبال بهترین نمیگردیم، دنبال حزبی و جناحی گشتیم تا حالا. بعدم تا اومدیم مشکل رو حل کنیم گفتیم بر مشکل این آدمه برش دار. 45 47 سال 48 سال داریم این کار، چرا حل نشده؟ برای اینکه مشکل رو حل نکردیم، آدم عوض کردیم. مشکل آدما نیستن، مشکل رو باید حل کنیم. معیار آدمایی هم که میان تو دولت مهمه. اصلا اشکال همینه. الان گزینش ها، الان این دزدا و اختلاسی ها اینا همه گزینش شده بودن. دزدا به خاطر جناحبندی های ما میگم گزینش شده بودن همشون. فرق نمیکنه، مگه گروه های دیگه نکردن از این چرا؟ پس مشکل اینا نبودن، سیستم ما گیر داره. تا سیستم رو درست نکنی، هر کی رو بذاری سر ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، آدما رو رها کنی به تنهایی کاری بکنن، حتی اونی که خیلی خیلی خوبه تخلف میکنه. این سیستمه که نباید اجازه بده این آدما این کارو بکنن. در نتیجه چگونه سیستم رو درست باید کرد؟ حالا دیگه این چیزی نیست که من در 2 کلمه بگم شما هم قانع بشید. خود سیستم شاید هفته ها باید بشینیم ببینیم گیر این سیستم کجاست و چگونه باید عمل کرد. در نتیجه من بارها اینو گفتم، ما تو پزشکی وقت هر هفته کنفرانس داریم، کنفرانس مرگ و میر و عوارض. تو کنفرانس مرگ و میر و عوارض دنبال مقصر نمیگردن، دنبال مشکل. چرا مریض مرد؟ چرا عارضه پیدا کرد؟ من قصد ندارم مریضم مشکل پیدا بکنه. وقتی مشکل پیدا میکنه یه جایی یه چیزی رو ندیدم، یه مشکلی پیدا، نمیان مریض چون فوت کرده یا عارضه پیدا کرده آدمو مثلا دار بزنن، میان آگاهش بکنن دفعه بعدی اینو تکرار نکنه. فرق نمیکنه برای بردارن یکی دیگر رو بیارن، اون از اون بدتر عمل میکنه. هی داریم آدم عوض میکنیم، چرا مشکل حل نمیشه؟ برای اینکه ما دنبال حل مشکل نیستیم. خب آقای دکتر، من میخوام برگردم به سوال اول آقای ابطحی. در شرایطی که هستیم واقعیتش اینه که تقریبا یک اجماعی وجود داره در میون همه متفکرین و تحلیلگران و کسانی که فضا رو دارن در رصد میکنن و اون اینی که در حقیقت نظام و ایران با همه مسائلش برای حل همه این معضلات احتیاج به یک تصمیم سخت داره و این تصمیم سخت رو از شما توقع میره. 2-3 دلیل هم براش میگن. یکی این که آقای پزشکیان مرد روزای سخته و اصلا مرد کارهای سخته، به خاطر اینکه در شرایطی که کاندیدای ریاست جمهوری شده میدونسته که چقدر شرایط سخته و سختی رو مطلع بوده و ولی کاندیدای این شده که بار زیر یه همچین مسئولیتی بده. در این حال هم کسوت شما به عنوان یه جراح که حتما کارهای سختی میکرده و در لحظاتی که مرگ و زندگی آدم‌ها در اختیارش بوده تصمیمات خیلی سختی گرفته و این واقعیتش اینه که از حرفه شما میاد و مردم به این حرفه شما و خود شما اعتماد کردن. بخشی از برند شما اساساً همین اعتمادی است که به پزشک بودن شما کردن. سوم هم این استش که شرایطی که در 1 سال گذشته پدید آمده در حقیقت زمینه‌های یک تصمیم سخت رو هم فراهم کرده. اما مهم اینه که این تصمیم سخت چه خواهد بود. عده‌ای دنبال این هستن که میگن تصمیم سخت این هستش که نظام میبایست بر همه مؤلفه‌های امنیت ملی و استراتژی ملی خودش بیش از گذشته پافشاری کنه و بر اونها اصرار کنه و بر همین سیاق مسیر رو جلو ببره و این میتواند که
بقای ما و حفظ بکنه ایران رو و حل کنه همه مسائلش رو. یعنی چی؟ در کنارش همین سیاقی که تا الان اومدیم میبایست پافشاری بکنیم و خیلی از مسیرهایی که شما میگید اصلاح باید بشه یا مؤلفه هایی که استراتژی ملی ما رو تشکیل میده نباید تغییر بکنه، بلکه باید پررنگ‌تر هم بشه. عده‌ای هم هستن که اعتقاد دارن نه، استراتژی ملی باید تغییر پیدا بکنه، حتی اگر که در نظریه اول معتقدن حتی اگر به تقابل جدی هم کشیده بشه ما میبایست بر اون مؤلفه ها پافشاری کنیم که حتی اگر تقابل جدی هم در جریان باشه. تقابل با کی؟ تقابل اگر حتی با همین نکته که شما میفرمایید، میگه اگر جنگ رو خواستن شروع بکنن ما حتما تقابل میکنیم، تقابل خیلی جدی هم میکنیم، یعنی تقابل خارجی. بله. و عده‌ای هم معتقدند نه اینی که اونها میخواهند جنگ بکنن ولی ما طالب جنگ نیستیم، ما نباید بگذاریم اونها جنگ بکنن. و اینجاست اون نقطه اختلافی که شما چه تصمیم سختی میتوانید بگیرید که اجازه ندهید جنگ اتفاق بیفته. فرض کنیم امروز که حالا خیلی هم تو اخبار هستش که اسنپ بک در حال فعال شدنشه و خیلی ها اینا زمینه سازی برای شکستن این آتش بس یا ایجاد یک زمینه‌ای برای جنگ دوباره میدونن، چه تصمیمات سختی ممکنه که دولت بگیره و مردم منتظرن بدونن که دولت داره چه کاری رو انجام میده برای اینکه مانع بشه از اینی که یک جنگ طلبی، یک رژیم بیپایه‌ای که اتفاقا خودش میگه من استراتژی من رو دارم اجرا میکنم در منطقه و اساساً اون استراتژی مرد دیوانه رو داره اجرا میکنه، در برابر یه همچین کسی دولت داره چه تصمیماتی رو میگیره؟ ببینید یه اصل وجود داره. از همون اول هم که من اومدم به اون اصل معتقد بودم. اول وحدت و انسجام داخلی است. اون که مربوط به مردمه، مردم انجام اگر میدن، مربوط به دولت. وحدت و انسجام داخلی با رهبریت امکان پذیره. یعنی اگر قرار باشه رهبریت رو شما بذارید کنار، انسجامی وجود نداره. یعنی هر کی بر خودش یه سازی خواهد زد. در نتیجه این به اصطلاح ستونی که وجود داره برای این خیمه میتونه ما رو دور اون مسئله جمع بکنه و به یک انسجام برسونه. و طبیعتاً این وحدت و انسجام با اون روندی که شما میگید حالا مردم اومدن، ما هنوز بین خودمون خیلی فاصله با آن چیزی که باید باشیم داریم. به نظر خودم ما هنوز بی‌عدالتی و تبعیض در نژادی، قومی، جنسی و یا قبیله‌ای یا حزبی هنوزم داریم. هنوزم گاهن از صدا و سیما و از مجلس صداهایی میاد بیرون که میخواد اینو شکاف و بدتر بکنه. این شکاف خطرش خیلی بالاتر از اسنپ بک به نظر من. ما نمیخوایم اسنپ بک بشه. یعنی این چیزی نیست که مثلا خیلی مهمه که شما نمیخواید اسنپ بک بشه. اصلا دنبال این نیستیم. ولی اینکه کشورهای اروپایی که خودشون ناقض خیلی از این قوانینن ادعا بکنن شما یه چارچوبی رو چی میگن مراعات نکردید پس فلانه، توی دنیا چجوری آدم از اینا قبول کنه که راست میگن؟ این طرف قضیه است. دغدغه من قبل از اون اسنپ بک که نمیخواهیم بشود، اون چیزیست که در حقیقت تو داخل داریم تلاش میکنیم اون نغمه ها و سازهایی که بلند میشه و میخواد این وحدت و انسجام رو که تازه یواش یواش داره شکل میگیره، هنوز خیلی از مردم باور ندارن. همین که میگید در ابهامن برای اقتصاد، بیشتر در ابهامن برای وحدت. به نظر خودم ما باید اینو با مردممون، با مجموعه قومیت هایی که وجود داره بتونیم ثابت کنیم همه کسانی که توی این مملکت زندگی میکنن بر اساس شایستگی حق دارن بیان بالا. این دغدغه اصلی بنده است. ما دارم تلاش میکنم که بتونم اون وحدت و انسجام رو تو داخل کشور ببریم بالا و خب طبیعتاً دعوا و اختلاف رو هم چی که دیگه رهبری میفرمایند این کارو بکنید، کسی بلند نشه یه ساز مخالف دیگه بزنه و اختلاف. من نظر میدم، من بارها گفتم در برجام که اومده بود مجلس، خب مقام معظم رهبری فرستاده و مجلس که نظر بدیم. خب من میگفتم برجام رو باید بپذیریم. یه دعوا میکردن که نه آقا اینو نمیخواد. من اصلا اونجا آقا نگفته بود که حرف منو بگو، فرموده بودن که نظر بده. من نظرمو دادم، آقا هر تصمیمی بگیره من اطاعت میکنم. اما وقتی میخوان نظر منو بگیرن، نظر من این بود که برجامو میپذیرم، حالا با دلایلی که تو ذهنمه. الانم معتقدم برجام خیلی بهتر از اینه که ما برجامو نپذیریم.
الان اسنپ بکو که اینا خیلی ها میگن آقا بده یا نمیدونم اینا نباید این کارو بکنن، همون آدمایی که کل برجامو نمیپذیرفتن حالا میگن دیدید اسنپ بک کردن. خب شما که اصلا نمیپذیرفتید حالا میخواید چی بگی؟ یعنی برجام هم باز در هر حالتی حق غنیسازی ایران رو پذیرفتن. خیلی از مزایایی که اگر این نباشه ممکنه نپذیرن. منظورم اینه که نظرات رو میشه پذیرفت، ولی وقتی یه رهبری تصمیم گرفتن و مسیر رو مشخص کردن، ساز مخالف زدن اون قدرت رو به هم میزنه. حتی اگر ما راه رو ضعیف انتخاب کنیم ولی با وحدت و انسجام چی میگن انتخاب بکنیم، قدرت ما خیلی بیشتر از اینه که یه راه خیلی خوب انتخاب بکنیم ولی در داخل با دعوا بریم جلو. این کلیت قضیه است. ما به دنبال به اصطلاح این که اینا اسنپ بک بکنن، این که استقبال بکنیم، به هیچ وجه دنبال این نیستیم و همه تلاش خودمون رو شما اعتقاد ندارید که اسنپ بک چیز مهمی نیست؟ که اصلا کی گفته مهم نیست؟ اون تئوریایی که میگن آقا مثلا تحریم هیچ مهم نیست، خب الان این مشکلاتی که ما داریم همش زایده تحریمه. کسی نگفته تحریم مهم نیست. مقام معظم رهبری هم میفرماید این تحریمات ظالمانه است. این آدمایی که ادعا میکنن تحریم‌ها بیشتر انسان‌ها رو میکشن تا زمانی که تحریم‌ها نیستند و جنگه. بله. برای اینکه وقتی تحریم میکنن دارو نمیرسه، یه عده افرادی که در خطرن بیشتر زندگیشون به خطر میفته. اینا چیزای ساده ای نیست. آقای دکتر، ما توی دعای ابو حمزه از همون ادبیات شما و آخوندی خودمون استفاده کنیم. یه جمله‌ای داریم که از مشکلات آدم‌ها تصویف رو یاد کرده. تصویف یعنی میگه و به تصویف الاعمال ضیعت عمری. تصویف به معنای سوفه و به معنای امروز و فردا کردنه. امروز و فردا کردن. این امروز و فردا کردن من فکر میکنم که یک کمی در دولت شما گرفتار این امروز و فردا کردن شده. یعنی در چیزایی چی؟ حالا میگم الان. حالا بگو، چون ممکنه در بعضی مسائل حق با شماست. بله. برای اینکه بالاخره ما مجبوریم اولویت بندی کنیم. وقتی اولویت بندی کردیم یه درو میگیم حالا فعلا ولش کن. مثلا یه چیزی معروفه که پزشکیان کسی رو بذاره ور نمیداره. حالا اگر این باشه، خود این تصویفه. مثلا اگر شما توی وزراتون یه تعدادی رو میبینید بعد از 1 سال واقعا توانایی اون کاری که بهشون داده شده ندارن و فعلا میگید بمونه. این موندناش. یا از اون مهمتر، من تصویف رو در مسئله فیلترینگ میدونم. فیلترینگ خیال نکنیم حرف کوچیکیه و دست چندمیه. اولا بیشترین مخاطب رو توی جامعه ما، بیشترین عددی و نسلی، مسئله اینترنت داره. جامعه ما فضای مجازی عامل اطلاع گیریش هست. مرجعیت رفته توی فضای مجازی، یعنی خانواده، دین، روحانیت، نمیدونم حتی سلبریتی ها، اینا هیچ کدومشون به اندازه این که اون اسمارت فون رو نوه شما و بنده اون گوشه اتاق گرفته روش تاثیر نمیگذاره. و همه این مجموعه ها دارن اولی که میخوان شروع کنن درس بخونن، مطلب ببینن، اینا همه چیز یه وی پی اینی باید روشن کنن که این وی پی این بهشون اجازه بده که همه جای بد برن. و این وی پی این خودش تحریک میکنه. بارها شما فرمودید از دوران انتخابات، بعد فرمودید سران 3 قوه موافقن، بعد فرمودید، یعنی ما هیچ نشانی از رهبری ندیدیم که توی این قضیه مخالفت بکنن. ولی نمیشه. من میگم این نشدن شما قانون حجاب رو فرمودید که من اجرا نمیکنم. خیلی خوب، اجرا نکردید. این خیلی مخاطباش بالاست. یعنی وقتی هم که بعد از جنگ نظرسنجی کردن، اولین موضوعی که مطرح شد همین موضوع بود که ملت میگن که آقا یک بعد از این جنگ حداقل یک کادویی، یه مناسبتی. خیلی هم من از اون شیوهیه که منتی ما منت میذاشتن که ما بالاخره فلان اپلیکیشن رو باز کردیم. خب این منت نداره، ما رو مردمه. این رو من چی منت گذاشته؟ این که گفتن که ما بالاخره در این مرحله اپلیکیشن واتساپ رو باز کردیم، بعد حالا تا ببینیم بعداً چیکار. خب بابا اگه میشه باز کنین های دکتر. شما از همینجا برین. به خدا این جوانای ما، جامعه من چون آدم فضای مجازی هستم بیشتر، جامعه ما، نسل ما، همه اینا قربانی این دارن میشن و صبح به صبح میلیون ها آدم که وی پی این روشن میکنن تا وارد
سیستم مجازی بشن، اینها یک قری به این دولت، به نظام، به این حاکمیت میزنن و این واقعا نیاز کشوره که شما کمی جدی‌تر بگیرینش، تصویف نکنید. ببین این VPN و نمیدونم فضای مجازی رو من قبول دارم و خب چالش هم ده و بیشتر برای اینکه دعوا نکنیم داریم میخوایم قانع بکنیم که این روند غلطه. این کاری که ما میکنیم اینا با VPN میرن خیلی بدتر از فیلترینگیه که اینا وقتی تصور این که ما فیلتر کردیم مشکل رو حل کردیم تصور غلطی است. درسته. اینو تو جلسات هم به این برادرها گفتیم، اونایی که به اصطلاح سیاست گذاری میکنند یا تصمیم سازی میکنند اینا، و چالش هم داریم ولی نمیخوایم با دعوا حلش کنیم. این که میفرمایید مثلا شما دستور بدید اجرا بکنید، چون یه سری از عوامل اختیارات مختلف در دست ساختارهای مختلفه. اینجوری نیست که مثلا همه اختیار رو ما میتونیم داشته باشیم بر اساس همون چارچوبایی که من بر اساس فرمایشات خودتون میگم که سران قوا و رهبری همون موافقن. سران قوا رهبری که دخالت مثلا نظری نکردن، یه تیمی ولی یه مرکزی درست کرده که این مرکز سیاست تصمیم میگیره که این کارو بکنن یا نکنن. تو اون مرکز نهایتا قبول کردن، زمانبندی کردن. حتی تو این زمانبندی قرار بود قبل از این به اصطلاح جنگ اتفاق نمیافتاد اون یکی پلتفرم‌ها رو بر اساس زمانبندی که کرده بودن قرار بود باز کنن. حتی نمایندگان اون پلتفرم‌ها اومدن ایران، قرار بود دفتر بزنن که حالا این جنگ مسئله رو به عقب انداخت. الان دنبال اینن که طبق اون برنامه‌ای که مصوب شده بتونن این پلتفرم‌ها رو باز بکنن. نیت من و تلاش من اینه که بدون اینکه اختلافی پیش بیاد و خارج از اون چارچوب باشه این کارو بکنه. خب دیر نشده خیلی؟ تصویر که من میگم همینه دیگه. جامعه هر روز احتیاج داره. گوش بده، خطری که من احساس میکنم قبل از این هر چیز اون وحدت است. خب اون 4 نفر باید راجع به همه مردم ایران که سران قوا جزشن نظر بدن. ببین ساختاری که داریم همینه. تو این ساختار یه سازمانی وجود داره مثل مجلس، تصمیم میگیره. من الان ممکنه خیلی از این قوانینی که وجود داره تو مجلس بگم قبول ندارم. مجلس متفاوته دکتر. بالاخره اینم تصمیم سیاست این چیزی که دبیرش شما باید بذارید، امکانات دبیرشو ما بذاریم، همه این کارا رو بکنیم. آخه اون آدمایی که انتخاب میشن هم باید رأی بدن. به هر حال به این سادگی نیست کنار گود واسطدی میگی لنگش کن. چون نه من این از اون مواردیه که معتقدم خودتون میگید لنگش کن. من نمیگم. من الانم میگم که اگه میگفتم که اجرا میکردم. یعنی اگه قرار بود لنگش کنم تا حالا کرده رو و داریم هم این کارو میکنیم. یعنی داریم این راه رو میریم ولی با روشی که بدون اختلاف و دعوا، برای اینکه اصل برای من اون وحدت و انسجام است. اصل VPN و نمیدونم اون یکی نی. اگر این کارم بکنی و بعد برات کف بزنن ولی تو داخل دعوا را بندازی، یواشش از درون میپکی. شما تعداد مخاطباتون هم بررسی میکنید یه تعدادش اونایی که سیاست گذارن تاثیر میکنن. نه باید این آدما رو آدم بشینه باهاشون به یک زبان و نگاه مشترک برسه تا بتونه این اقدامو انجام بده. و اینم تو مسیره که داریم تلاش میکنیم این اتفاق بیفته و مطمئنم اتفاق خواهد افتاد. ولی باید این مقدار به هر حال مسائل اجتماعی زمان بره. تغییر رفتارها زمان بره. از نظر علمی هم بخواید برید بررسی کنید، برید ببینید این روندها چقدر این مسئله فنیه آقای دکتر. نه به این سادگی فنی نیست، نگاه آدماست. اونا رو تو نمیتونی نادیده بگیری. به این سادگی که داری تئوری رو میگی نی. یعنی وقتی تو میدونی اون وقت بلدی میتونی بگی آیا به این سادگی میشه حل کرد یا نکرد. میدونی چرا ما اومدیم با هم دعوا کردیم؟ برای اینکه وقتی اومدیم خیال کردیم با قیچی کردن میتونیم حل کنیم. اون آدمایی که مخالف خودمون بود همه رو گذاشتیم کنار. اونا اومدن به قدرت اینا رو گذاشتن کنار. یه عمر از این کارا میکنیم. مشکل هم حل نکردیم. برای اینکه مشکل رو حل نکردیم با همدیگه دعوا کردیم. اما در رابطه با نیروهای انسانی، مدیریت علمه. ما مدیرا همون که میگفتم ساختار اداری، ما اومدیم آدمایی رو که تخصص نداشتن، کارشناس نداشتن، یه دفعه چون با ما بودن آوردیم رئیس سازمانی کردیم، رئیس ارگانی کردیم. در نتیجه این مراحل که باید آدما بیان طی نکردن. ساختار اداری رو به هم ریختیم.
اینجوری نیست الان من این آدم رو بردارم، این آدم به این سادگی وجود داره که بر اساس ساختار اومده بالا، توانمنده، من اونو نیاوردم، این آدم آوردم. همه این وزرایی که تو این رشته ها اومدن، وضعیت ما الان در آب و برق و گاز و پول و همه اینا در لبه به اصطلاح سقوطه. من در جلسه خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم خدمتشون، تا حالا فکر نکرده بودن که آخه نباید این کارا رو بکنن، دارن این کارو میکنن. آیا ما حق داشتیم تهران و اطراف تهران و کرج و قزوین رو اینجوری بارگذاری بکنیم که الان آب نداریم؟ آبو یکی بگه از کجا میخوای بیاری؟ آیا ما نمیدونستیم که وقتی گازمون مقدارش مشخصه نباید گسترش بدیم و بعد وسط زمستون گاز مردم رو قطع نکنیم؟ خیلی چیزای خیلی روشنی وجود داره که متاسفانه نادیده گرفتیم. همه این مدیران جزء این سیستم بودند و از این کارو کردن. حالا من کدوم یکی از اینا رو بیارم که این مشکل منو حل کنه؟ عامل اینا خود ما بودیم. الان راه حل مسئله است. حل مسئله اون آدمه نیست، مسیر است که باید درست بشه. حالا اگه بخواید بحث کنی اینم یه ساعت بحث میخواد. یا مثلا گیر میدی که مثلا آقا زیاد حرف نزنید. حالا بگو آقای گنجی بگو. ببخشید آقای گنجی، من فقط اینو بگم اون دفعه نه راجع به صحبت ایشان که اسرائیل نه این که اسم یک رئیس جمهوری رو آوردن، یعنی که معلومه آقای رئیسی و آقای احمدی نژاد نیست که ایشان گفته که نمیدونم گروگان. خب این که تو جمع نه من میگم مثلا اینجور بحثا رو نکنیم اینجا. آقا دعوای خودتون رو بندازید برای منم همینو میگم بحث اینجوری اینجا نکن آقای. حالا هر بحثی میکنه من جوابش میدم، تو نگران نباش. به شما برمیخوره. بعد با پزشکیان برمیخوره. نه تو نگران نباش، من بلدم جواب بدم. عرض کنم آقای البته جوابم ندونستم میگم بلد نیستم. بله. آقای دکتر حالا گفتن چون جلسه خودمون نیست، حالا الزاما هم سوال نیست، من یه موضوع طبیعی نیست میخوام عرض کنم، نظر شما رو بگیرم. الان تو ذهن مردم ما، نخبگان ما، خصوصا نخبگانی که در هر صورت در مواجهه ما با غرب، با آمریکا، با اروپا، با صهیونیست‌ها، اینا مطلقاً مقصر سازی جمهوری اسلامیه. یعنی مثلا حتی وقتی میگیم شما بفرمایید که ما در این 45 سال مثلا چه ظلمی به آلمان، انگلیس و فرانسه کردیم که پاشون به کیلوی ماست، چه ظلمی کردیم، کدی ندارن، ولی نهایتا ما میشیم غرب ستیز. من خیلی اینو متوجه نمیشم، یعنی اصلا اونور کسی مقصر نیست. همین الان هم که آمریکا اومده وسط مذاکرات ما رو زده، باز میگن بریم مذاکره، فراگیرش هم میگن، یعنی کلیت هم نمیکنن برن داخلش که فراگیر منظور چیه. حالا من بحثم اینه که فرض کنید آقای دکتر اصلا تو ایران جمهوری اسلامی مستقر نبود، اصلا فرض کنید جمهوری اسلامی مستقر نبود، صهیونیستان ایران اون نظامی که تو ایران بود به رسمیت میشناخت. آیا ایران میتونست غنیسازی داشته باشد و موشک داشته باشد؟ یعنی ببینید ذهن مردم ما رو بردن به این سمتی که مسئله ما مسئله فلسطین هست و حمایت‌های ما از آرمان فلسطین. گیریم مثلا این نباشد، آیا ایران میتواند موشک داشته باشد و غنیسازی داشته باشد و آیا صهیونیست‌ها در این صورت اون توافق نظامی امنیتی که میخوان بر خاورمیانه داشته باشن برای همیشه و اون گسترش جغرافیایی، این دو تا پارامتر آیا با نبود جمهوری اسلامی اینا حل میشه؟ یعنی اونا دیگه دنبال اینا نیستن. من فکر میکنم که مسئله ما، یعنی اون صهیونیست‌های مسائل دارن مستقل، راهبردهای مستقلی دارن که اصلا ربطی به ایران نداره و نوع نظامش، اما اینطور جا افتاده که در حصول ما مقصر هستیم که این مسائل پیش میاد. ولی در این حال شما میبینید نخست وزیر صهیونیست‌ها میگه اسرائیل بزرگ، بعد با سوریه اونجوری میکنن. حتی زمان صدام عراق بمباران میکردن، الان هم بمباران کردن سوریه را، زمان اسد، زمان جولانی فرقی نمیکنه. اما ذهنیت اینه که ما مقصریم و اگر ما مثلا فرض کن به رسمیت بشناسیم یا از آرمان فلسطین دست برداریم، ما مسئله اون با صهیونیست‌ها حل میشه. من معتقدم که این مسئله حل نمیشه، چون اونا باید توافق داشته باشن. یعنی اگر قرار هست که مصر F-16 داشته باشد، حتما باید اسرائیل F-35 داشته باشد، یا اردن همینطور، توافق مال اونا باشه. این نسبت به ما هم هست، کل خاورمیانه. شما یا معتقدید به این نگاه یا معتقدید که ما باید مثلا به قول آقای موعظی تصمیم سخت بگیریم یا تغییر راهبرد بدیم؟ ببینید، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مشکلی پیدا میشه از خود ماست. این که اونا چیکار دارن میکنن، حضرت علی تو اون خطبه 16 همش که اولین سخنرانیش بعد از به قدرت رسیدن خلافته،
می‌فرماید که لا یهلک علی التقوا سمخ اصل ولا یزما علیها زرع قوم. در حضور متقی واقعی حاصل یه جامعه تشنه نمیمونه و هلاکت بی‌معنیه. وقتی میبینید اینا تشنند و هلاکت و گرفتاری وجود داره، فاستتروا فی بیوتکم، برید قایم شد تو خونتون و اصلحوا ذات بینکم، برید اختلافات خودتون و توبه من ورائکم. لا یحمد حامد الا ربه ولا لائم الا نفسه. حمد میکنید خدا رو حمد کنید، ملامت میکنید خودتون رو ملامت کنید. من باز برمیگردم به این که ما در داخل کشورمون اون انسجام و عدالت و وحدت و اون چیزایی که ازش حرف میزنیم و نتونستیم پیاده کنیم به هر دلیلی. ما اگر بتونیم اون شعارهایی رو که دادیم در داخل کشورمون بهش عمل بکنیم، اصلا نیازی به این نیم و به اونا چیز بگیم. چون الان این حرفا یه مقدار از تبعیضه، یه مقدار از بی‌عدالتیه، یه مقدار از نادیده گرفتن انسان هاست، نادیده گرفتن قومیت هاست، جنسیت هاست و تمامیت خواهی منه. خود طرف مقابل جلو من نیسته، ایرانیه، بعد من اونو به اصطلاح شهروند چندم حساب میکنم. خب قبولم نمیکنه. در نتیجه من به قول اصل ذات بینکم مشکل خودمون رو باید به نظر من حل کنیم قبل از اینکه به اونا برسیم. الان هم تمام فکر و ذکر بنده اینه. من اصلا از اسنپبک و اون یکی اونقدر واهمه ندارم که از اختلافات داخلی و یا درگیری های داخلی واهمه دارم. اونا هم تمامشون همین اختلافات داخلی است. اختلافات داخلی اینه که من حق شما رو نادیده میگیرم، من یک گروهی رو به قدرت میرسونم، یک گروهی رو تحویل نمیدم، اصلا بازیشون نمیدم. خب معلومه اینا دنبال بهونه‌ان که بگن آقا تمام این گناه ها تقصیر شماست. این تحلیل اینا میکنن، به نظر من بحث تحلیل تنها نیست، بحث اون گره های خفته درون این انسان هاست که نمیتونه جای دیگه بگه حالا تمام این گناه ها رو میندازه به خاطر جهتگیری هایی که ما کردیم. من خودم اعتقادم بر اینه حرفی رو که از اسلام و دین زدیم باید تو جامعه حداقل پیاده کنیم. راستی رو، عدالت رو، صداقت رو، انسانیت و انصاف رو به خدا اگه پیاده کنیم، حالا چه موشک داشته باشیم نداشته باشیم، چه F-16 داشته باشیم یا F-35 داشته باشیم، هیچ که به این سادگی نمیتونه طمع تو خاک آب و خاک ما بکنه. ما اینجا گیر داریم به نظر من، نه اونجا. ما موشک هم داشته باشیم ولی اگر مردم رو نداشته باشیم هیچ قدرتی نداریم. نمیگم اونا رو نباید داشته باشیم، ما باید قدرت داشته باشیم که اون جرئت نکنه به ما حمله کنه. ولی مهمتر از اون وحدت و انسجام داخلیه که باید داشت. احترام بذاریم به همدیگه، حق همدیگه رو به اصطلاح بپذیریم. یعنی اینجوری نی من عقل کلم، من تا دیروز تو این مملکت یه عده نشسته بودم به من صلاحیت نماینده شدن نمیدادن. خب مقام معظم رهبری چرا مداخله بکنه که درست مثلا ارزیابی بکنن؟ اینا گیر داخلی ماست. او حرفا به خاطر اینکه ما تو داخل اون شعارهایی که میدیم و اجرا نکردیم. ما اگر به شعارها و گفته هامون عمل بکنیم، مگه ممکنه یکی انسانهای چه میگم عالم، عادل، منصف رو ببینه ازش بدش بیاد؟ یه آدمایی که غرض دارن میخوان تجاوز کنن که هست. اینا انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ولی خیلی مردم دنبال صداقت و انصاف و درستی هستند و ما اینجا پامون میلنگیده و این چیزیه که مشکل ماست. آقای دکتر، شما در ایام انتخابات و تبلیغات دو گزاره خیلی پرتکرار رو در حقیقت به عنوان برنامه خودتون و اونچه که در ایام ریاست جمهوری بهش در حقیقت کار و اهتمام خواهید داشت تکرار میکردین. یکی بحث وفاق بود و یکی هم اتکا به نظر کارشناسان. با این دو گزاره در حقیقت خیلی از چیزها رو میگفتید که حلال مشکلات، الان هم دارید تاکید میکنید روش. توی یک سال گذشته کدوم یک از مسائل ایران رو واقعا با اتکای به نظر کارشناسان حل کردید یا در حال حل شدنه؟ ببینید بحث وفاق تو جنگ 12 روزه دیدید دیگه. بالاخره اگر یه درصدی هم اگه ما سهم داشته باشیم نشون داد که جواب میده. بله.
و داریم تلاش میکنیم این اتفاق بیفته. ما استانداری رو گذاشتیم که بلوچ بود و سنی بود، البته با به اصطلاح چی میگن، اینجوری بود که نظر رهبری حتما در اونجا دیده شده بود، یعنی رهبری مخالفتی نداشته با این کار. ما استاندار گذاشتیم سنی و کرد تو کردستان، یعنی ما کاری کردیم که در حقیقت اون روند وفاق رو سعی کنیم در عمل تا جایی که دستمون بر بیاد. ما کلی از زنان در معاونت ها، در نمیدونم مسئولیت ها و سازمان ها آوردیم بالا. خب طبیعتا نمیشد یک دفعه همه چیز رو، مسائل اجتماعی که دفعتا واحده امکان اجراش نیست. این روندی بود که سعی کردیم و الان هم در رابطه وفاق داریم تلاش میکنیم. همین بحث حجابی که اومد، احساس من این بود اگه این کار بکنم جامعه تحمل یعنی حجاب رو میتونیم مصداق این بدونیم که شما با اتکا به نظر کارشناسان یک مشکلی رو جلوشو گرفتید. این باور به اعتقاد خودم بود. بله. کارشناسان که حالا یه تعداد دقیقاً همین نظر رو داشتن، ولی من توان اجرایی یا درک اجرایی چنین چیزی رو نداشتم. من درکم این بود اگه این کارو بکنم ممکنه تو جامعه جنگی را بیفته که من نتونم جمعش کنم و منم قرار نیست کاری رو بکنم جامعه برسه به جایی که دعوای کشور دعوا را بیفته. بنده به حجاب معتمده، تو خانواده‌ام همشون با به اصطلاح چادری هستن، ولی معنی این حرف نیست که اگه کسی چادری نبود آدم درستی نیست. یعنی این نگاهیه که در حقیقت بنده اینجوری با این باور و با این اعتقاد دارم زندگی یعنی شما باور دارید که اساسا قانون اسمش هم اشکال داشته، یعنی حجاب و حالا عفاف، یعنی حجاب. من که نمیتونم با دیگه مجلس تصمیم گرفته بگم آقا اشکال داره یا نداره، من بلد نبودم اجرا. یعنی شما بی حجابی رو بی عفتی نمیدونید با این تعریف؟ همین فاصله بین عفت و حجاب خیلی زیاده. اصلا عفت یه چیز دیگه است، اون روند یه چیز دیگه است. یعنی کسانی که تو خارج زندگی میکنند و چادر و روسری ندارن یعنی همشون بی عفتن. مثلا این معنی حداقل تو ذهن آدم نمیگنجه. حالا کلیت قضیه بنابراینه کاری نکنیم مملکت با اختلاف و دعوا بره جلو. بله. اگه من میخوام تغییر رفتار بدم، تغییر رفتار روش داره، باید با روش‌های خودش بریم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة جادلهم بالتي هی احسن. بله. این دستوره. اما در رابطه با مسئله‌ای که دانشگاه و نخبگان، ما الان در رابطه با مسئله آب، در رابطه با مسئله اجتماع، در رابطه با بحث‌های مختلف اقتصادی، الان 5-6 تا دانشگاه تازه درگیر در آوردن که مشکل آب ایناست. حالا گفتیم خب راه حل بده. حالا به ما خواستن که به اونا وقت بدیم، یه 3 ماهی 4 ماهی تا بشینن. خب بگم ما چیکار کنیم؟ این که بگیم 15 میلیارد متر رو که آب مصرف نکنیم، خود چطوری؟ یکی باید بگه چطوری. این که من دستور بدم قطع کنن و بعد کلی مشکل ایجاد بشه، باید راه حلش رو مشخص کنیم. این که مثلا در رابطه با محیط زیست دانشگاهی الان درگیرن. ما الان قرار شده که یه تیم‌های دانشگاهی و نخبه‌ای بشینن با استاندارا، بیان با استاندارا، با نخبگان استانی خودشون، برای هر کدوم از اینا راه حل‌ها رو بیارن در مجمع استاندارا گزارش بدن که حالا ان شاءالله اینو خواهید دید که داریم چیکار می‌کنیم. باور من اینه که این مشکلات راه حل علمی داره. راه حل علمی رو عالمایی که تجربه دارن میتونن. بله. صرف علم نمیتونه این کار بکنه. اینا میگن آقا مثلا اساتید آب تو دانشگاه، رئیس دانشگاه تهران استاد تمام آبه، نمیدونم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، رئیس دانشگاه علامه، اینا همه اومدن متخصصینشون میگن آقا باید این کارا رو کرد. خب میگم بگید ما این کارو چجوری انجام بدیم؟ این که این کارو باید کرد درسته، میگه اگه این کارو نکنید این مشکلات پیش میاد، ولی من چگونه باید انجام بدم؟ باید الان یکی باشه که این را قرار شده برام با هم بشینه اینا رو حرف بزنن. آقای دکتر من اجازه دارم که از حرف شما این گونه برداشت کنم با توجه به ارجاع به بحث فیلترینگ، با ارجاع به بحث آب، مسائل ایران و ابر مشکلات ایران رو شما با تشخیصی که میدید احساس میکنید در یک جایی برای تعهدی که به وفاق دارید میتونید نظر کارشناسان رو به تأخیر بندازید تا اجرا بشه؟ نه، چون در بحث فیلترینگ خب ببینید آقای دکتر، فیلترینگ اصلا بحث کارشناسی تنها که نیست،
بحث قوانین و مقررات و ساختار کشوره. بله. دست من نیست که اینایی که و تغییرش احتیاج به اجماع داره. اصلا ساختار اداریه. من الان به مجلس نمیتونم دستور بدم اینجوری بشین اینجوری پاشو. من به قوه قضاییه نمیتونم بگم این زندانیای سیاسی رو آزاد کن یا نکن. این اختیاری که دارمه، نه اینکه نظر منه. من بر اساس اختیارم اون چی که کارشناسی عمل میکنم. اما جایی که اختیار دست 4 تا سازمان و ارگانه باید تعامل ایجاد بشه. بله. امکان این که من بیام به قوه قضاییه بگم من تو قوه قضاییه نظرم این بود. منم منظورم همین بود آقای دکتر، یعنی شما برای اینکه اون نظر کارشناسی اجرا بشه نیازمند این قوه قضاییه نیازمند اون هستید که ابتداءً وفاق رو ایجاد بکنید، اجماع رو ایجاد بکنید تا بتونید نظر کارشناسی انجام بدید. برای اون قوه حالا کاری که خودم میکنم تصمیم میگیرم با کارشناسی اجرا میکنم. کاری که به اصطلاح قوای دیگه رفت پیدا میکنه طبیعیه باید به اونها هماهنگ بشم. اصلا برخی جاها آرایش قدرته، ممکنه فقط هم دستگاه نباشه. باید هماهنگ بشم. من که همان گونه که مجلس الان قانونی رو نوشته من گفتم نمیتونم اجرا کنم، خود دعوا نمیکنم با من. بله. میتونستم دعوا کنم. در نتیجه این وفاق و همدلی یه چارچوبایی داره که باید حریم همدیگه رو حفظ بکنیم تا بتونیم بمونیم. وگرنه حالا که من رئیس جمهورم دستور میدم دیگران اطاعت بکنن نیست اینجوری. ولی آقای دکتر یه سوال، در مواقعی که چالش پیدا میکنید قوای دیگه یا قدرت‌های دیگه یا نهادهای دیگه در برابر یه نظر کارشناسی دولت مقاومت میکنن و نظر کارشناسی دولت رو نمیپذیرن، شما در اون چالش چیکار میکنید؟ بستگی به اختیارم داره. اگه اختیار اداریه من کار خودمو میکنم. ولی وقتی مثلا قانونگذاری و قوه قضاییه است چالش هم داشته باشم بالاخره اختیار مال اونه. من نظرمو میدم. ولی نمیتونم دخالت بکنم بگم مثلا زندانی‌ها رو آزاد کن. من دلم میخواد زندانی‌ها آزاد بشن. بله. نمیتونم مثلا به اونا بگم آقا باید آزاد کنی. چالش هم با اونا نمیکنم برای اینکه اختیار من اونجا. یکی از ظرفیت وفاق این نیست که همین گفتگوها انجام بشه اون طرف مقابلم قبول بکنه. ببینید مسئله اینه که اینا زمان بره دیگه. ما تا حالا یاد گرفته بودیم با هم دعوا کنیم. این که با هم گفتگو کنیم یه زمان بره و بعد در این گفتگو بتونیم به یک زبان و نگاه مشترک برسیم. این هم زمان بره. بین دانستن، درک کردن و توانستن هر کدوم فاصله های خودشو داره. من اگه اینا رو متوجه نشم و تصور بکنم حالا که من کارشناسی کردم باید این کارو بکنم، تو این باید اختیار اصلا سازمان دیگه است، قوه دیگه است. قوه دیگه دست من نیست. و شما اگر واقعیتش اینجا در وفاق به عنوان رئیس جمهور که معنای بسیار عمیقی داره این رئیس جمهور بودن که به تعبیری تضمین و ضامن وفاق ملی هم از رئیس جمهور برمیاد، اگرچه که همه ما زیر چتر رهبری داریم این وفاق رو تجربه میکنیم، ولی در برابر به هم نریختن این قصه از رئیس جمهور توقع بیشتری وجود داره. هم نریختنش مقام معظم رهبریه که اختلافات سه قوا رو باید بشینن حل و فصل بکنن و تو این جریانات هم مداخلات ایشان باعث شد که دعوایی شکل نگیره، همچنین بتونیم با هم دیگه باشیم و اون کاری رو که باید مقام معظم رهبری انجام بدن و دارن انجام میدن. ببخشید این بحث وفاق خب واقعا شاه بیت دوران شماست و خیلی تعیین کننده بوده در حل مشکلات کشوری. من اگر بخوام بگم که یک سال گذشته، البته یک سالی که بر شما گذشت من میخوام بگم که 10 سال بحران بود. یعنی واقعا الان یک سالگی دولت شما نیست، شاید بشه گفت 10 سالگی دولت شماست از میزان اتفاقات سنگینی که رو سر شما و روی دولت شما و روی کشور ریخت. این وفاق خب الان هم در همین بحثایی که امروز داشتیم جوهر مجموعه راهکارهای شماست، از تو سیاست خارجی، سیاست داخلی، ارتباطات، اینا همه رو بر اساس وفاق شما الان دارین طراحی و برنامه‌ریزی می‌کنین و من این رو بهتون تبریک میگم. وفاق و حالا من تو شرایط فعلی چند بارم نوشتم مصداق و ادامه اصلاحات آقای خاتمی میدونم که در دوران فعلی میتونه با وفاق یک نوع اصلاحات عمیق‌تری رو در درون جامعه ببره جلو. اما یک دو تا مسئله تو اینجا وجود داره. یکی اینکه وفاق دو طرفه است. اگر یک طرفه توی مدیریت کشور وفاق شما اعلام بفرمایید و طرف مقابل همین که الان هم میفرمودید
لا یستوی الحسنه ولا السیئه بله. بالتي هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. خب رهبری، یعنی قرآن بهت میگه چه کن. حالا من میخوام بگم با همین مبنای قرآنی رهبری خب مرتب تاکید کردن این روی این شعار وفاق ازش تایید کردن که شعار خودشون هم بوده. من برام خیلی جالب بود که در این سخنرانی اخیرشون ایشان فرمودن امر مقدس بله به وفاق. بله. و خب امر مقدس خیلی حرفیه که اونم از رهبری گفتن. البته خب ما یه سری تندروهایی داریم که نمیگن، نمیکنن، قبول نمیکنن، حالا زیرزیرکی یا علنی هر چیز، ولی خب مهم اینه که توی کشور یک کسی به نام رهبری وجود داره که شما هم فرمودید که میتونه نهایتا حرف آخر رو بزنه، هر کیم غیر از اون بگه خب معلومه جزء افراطیونه و میفته کنار. من یکی از بحثام این بود که این رهبری، این وفاق یک طرفه خیلی باید یه فکری براش کرد که به میزانی که میدونید چرا؟ به خاطر اینکه تو مراحل پایینتر که میره وزرای شما میخوان وفاق داشته باشن. یه مرتبه میبینید بحث تا 4 تا وزارت خونه کاملا در اختیار یه مجلسی قرار گرفته که اصلا از مبانی و شعارهای شما کلا دورن. یا مثلا در شهرستان ها یه سری جوون ها، بچه هایی که آمدن واقعا بنا به اعتقادشون روی مبانی شما کار کردن و همچنان میبینن که به خاطر وفاق جریان های مخالف این تفکر دارن جولان میدن و اونها رو تحقیر میکنن. این رعایت حال مخالفان که خیلی خوبه، ولی به قیمت نادیده گرفتن طرفداران این آینده رو ناامید میکنه. یعنی بالاخره فردا به شما امید داشتن که بالاخره این نگاه رو و این تفکر رو اجرایی بکنیم. و مهمتر از همه آخرش وفاقی که الان هممون داریم حرف میزنیم، وفاق با خودمونه. یک کمی وفاق با مردم باید جدی‌تر گرفته بشه. یعنی وفاق با مردم، یعنی شما با خودتون وفاق کردید خودت میدونی، من با مردم وفاق کردم. نه الان همین بحثایی که داریم میشه مجلس، دولت، نمیدونم فلان، اینا همش وفاقای با خودمونه دیگه، با حاکمیت با خودمون وفاق داریم. هیچی، ما اینی که سنی گذاشتیم مسئول، اونی که به اصطلاح بلوچ گذاشتیم، این با مردم وفاق کردیم. اینی که الان محله ها رو داریم مردم رو درگیر میکنیم، تو محله محوری داریم مثلا به اصطلاح همه جناح‌ها و گروه‌ها رو تو اون سازماندهی یا جا میدیم، داریم به مردم میگیم بیا. ما الان نزدیک 7200 مدرسه داریم میسازیم با مردم اومدن وسط دارن کار میکنن. تو همین 6 ماه 2000 خورده مدرسه ساختن اومدن. اصلا استثنائیه. اجازه بفرمایید من یه موافق باشین بگم که مردمی که من میگم ممکنه این کارهای عظمای شما، یعنی بزرگ شما که معلومه یه آدمی هستید مردمی، مال مردم، اینو هیچ کس تردید نداره، ولی بحث وفاق که مطرح میشه الان در گفتگوهای ما اینجا صحبت اینه که وفاق با قوه قضاییه، وفاق با فلان مجلس. بابا شما سوال کردید با اینا چه میکنید؟ من گفتم با تو هم مردم بپرس بهت بگم با مردم چیکار کنن. این نسل جوان ما بله. که الان وارد فضای اجتماعی دارن میشن، اینها اصلا از سیاست گذر کردن، از نمیدونم موسیقی مجاز گذر کردن، از فیلم مجاز گذر کردن، از کتاب مجاز گذر کردن، اصلا یک عالم دیگه ای دارن. آقای عبدی ببین، من بیشترین وقتمو تو دولت تو این وزارتخونه ها رو آموزش پرورش گذاشتم و الان هم دارم ادامه میدم. معروف هم هست که خیلی هم موفق اصلا دارم ادامه هم میدم. یک، سخت افزارشو میسازم، چه ساختمان چه درون. دو، نرم افزارشو دارم روش کار میکنم. این جوونا زایده فکر ما و رفتار ما و عملکرد ما و سیاست ما هستن. ما این کارو کردیم، اون بلا سرشون اومده. اینا آینده مملکت ما هستن. امکان نداره هیچ انسانی، هیچ جوانی اگر درست آموزش ببینه آب و خاکش رو، باور و اعتقادش و مردم و قوم و خویش و سرزمینش رو به این راحتی بفروشه. ما کاری کردیم. شما ماکسیمومشو میفرمایید، معلومه کسی سرزمینش نمیفروشه. ما الان داریم کاری میکنیم اون دغدغه‌هایی که شما دارید درست بشه. از کجا شروع میشه؟ از مهد کودک و مدرسه و دانشگاه و دبیرستان، و داریم رو اون وقت میذاریم و خوبم وقت. اما تغییر اینا ساده نی. به قولی مهری نشسته بر دل، به روزگاران بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. اینجوری نی من به این سادگی فردا بگید تو مدرسه چی شد. همینی که الان نزدیک 7000 تا 8000 تا مدرسه دارن میسازن، مردم دارن میسازن.
پولم نداری، مردم اومدن این کارو میکنن. فرهنگسازی شما فکر نمی‌کنید یه بسیاری از مدرسه ها و نمیدونم مهد کودک‌ها و دبستان ها و دبیرستان ها آمده بیرونی چیزای دیگه فرهنگ جامعه رو می‌سازه؟ جسارت درون اون رو هم دارم روش کار میکنم، اونم با دانشگاهی‌ها. این که شما میگید با نخبگان چه میکنید، روند نوع آموزش رو و مسائل آموزشی رو الان اساتید دانشگاهی که مال ادویکیشن یا آموزشن که تخصص و مدرکشون اینه، از اونا کمک میخوایم که چگونه درس بدیم، چگونه آموزش بدیم، چگونه تغییر رفتار بدیم و دارن اونا بسته های آموزشی تعریف میکنن. ولی خب زمان بره، یعنی اینجوری نیست که من ساختمون الان نشون میدم درست کردم، ولی آدما رو بخوای تغییر بدین نمیشه به این سادگی. ولی داریم بیشتر از اونه که رو ساختمون کار میکنیم. اینا اگر باشه ببخشید باید بیاد توی دولت دیگه، آینده دولت. این جامعه دولت آینده با این لایف استایلی که این نسل جدید داره و این فاصله‌ای که دولت داره با این لایف استایل، دارم روی این لایف استایل و روش فکر و اندیشه و همین فضای مجازی فکر میکنم. میدونید خیلی راحت میشه این موبایلی که دست این فرزند من، بچه من جوون دانشگاهیه، به جای اینکه بره توی فضایی که میگی آنچنانیه، بره تو فضای حل مسئله محلش موضوع درسش، یعنی در همون فضا بره اونو حل کنه و بیاد جواب بده. این ماییم که بهش ازش نخواستیم، دانه چه وقتی تو هیچ راه حلی فقط میگی نکن، خب بالاخره اون باید یه کاری بکنه دیگه، میره کارهایی رو انجام میده که ما براش نمیگیرم. رفع فیلترینگ یکی از اون راهاست که برو اون یه قسم. رفع فیلترینگ اگر براش برنامه نداشته باشی باز میره همون کارا رو میکنه. این که باید رفع فیلترینگ کنیم که من شک ندارم، اما این که اون مشکلات رو حل کنیم با رفع فیلترینگ تنها نی، یه مسئله دیگه است. و اونم همین که میگید اساتید دانشگاه الان اساتید که دوره‌های آموزشی دیدن و علم اینو دارن طراحی میکنن. ولی خب ساختمون میشه نشون داد، ولی اون آدما رو نمیدونم، باید فیلم بگیرم عکس بگیرم با پیر و پیغمبر. ولی صحبت شما یه آرام بخشی داشتش که نشون میده که برنامه دارید. اساتید برجسته‌ای هم هستن آوردیم، نخبه، یعنی اینجوری نه آدمای معمولی ان. داریم کار میکنیم. من سوال کنم. بگو آقا بگو. فساد تو کشور ما خب هست، کسی هم منکر نیست، ولی به تعبیر مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی یه دونهش زیاده، ولی تو رسانه یه دونهش تقریبا 1000 تو ذهن مردم جا میفته. یعنی وقتی که مصادیق انسانی را میخوای خیلی لیست به شما نمیدن، ولی کلیاتش اینه که فکر کنن مثلا دولت یا حاکمیت 5-6 میلیون حقوق بگیر داره، همه اینا دوزن. حالا برگردم به اصل این که خب وجود داره به هر حال فساد. مقام معظم رهبری تعبیری دارن که غیر از حوزه امنیتی و نیروهای مسلح همه چی باید شفاف باشه. اونا را نمیشه در مقابل دشمن، بالاخره دشمن هم میبینه شفاف کنه. سوالم اینه که جناب عالی برای این اتاق شیشه‌ای یا برای این شفافیتی که در واقع 4 سال دولت جناب عالی یا مثلا 8 سال، الان برنامه پایه‌ایتون چیه برای که اون پیشگیری رو انجام بدید؟ حالا برخورد که با قوه قضاییه است، شما برای پیشگیری یا حالا تعبیر همین تعبیر زیبای اتاق شیشه‌ای یا شفافیت، الان گام‌های دولت شما برای این برداشته که به سمتی بریم که این کم بشه، از بین بره؟ من یکی از افراد باز دوستای خودمونه، استاد دانشگاهه، الان درگیر کردیم که 4 تا موضوع رو پیگیری کنه. ماده 169 مکرر مالیات‌ها، کد زمین کاداستر، جینف یا کد محل، حالا این محل 3 بعدی نه تک بعدی، و بعد کد ملی. اگه این حلقه ها رو به هم بستید، من، فرزندم، برادرم، دوستم، قوم خویشم نمیتونه پولی به حسابش بره که مبدأ و مقصدش معلوم نی. این FATFی که اینا ازش مثلا میگن بده و علتش هم میگن اینا آمریکا ما پول چیکار کردیم، برای اینکه سیستم وجود داره که نمیشه پول گم بشه. وقتی تو کشور ما پول گم میشه یعنی سیستم ما نارساست، نمیبینه اینو. اگر ما همین قانون 169 مکرر مالیات رو بتونیم عملیاتی کنیم، بعد بتونیم کد ملی و کد زمین رو و کد محل رو به هم بحث کنیم، چقدر قانون داریم که خونه های خالی مالیات بدن؟ چند ساله؟ چرا نمیدن؟ چرا پیدا نشده؟ برای اینکه داده هاش روشن نی. ما اگر این داده ها رو روشن کنیم که الان یه گروهی گذاشتیم فقط روی این داده ها کار کنن،
و دارن پیش میرن، اون وقت کسی نمیتونه بگه مثلا فرض کنید من این کارو کردم یا نکردم. داده روشن میکنه شما فلان پول به حسابت اومده، باید بگی از کجا اومده. 169 مکرر مالیات ها میگه که هر ایرانی باید وضعیت مالیاتی خودش رو اعلام بکنه. من میتونم اعلام بکنم که اصلا درآمد ندارم، هیچ اشکال نداره، طرف از من میپذیره دیگه، به من نه کارت بازرگانی میدن، نه وام میدن، نه اجازه میدن ماشین بخرم که تو پول نداری، از کجا خریدی اینا رو، نه اجازه ثبت معامله زمین میدن تو که چیزی نداری. در نتیجه تو اون روند بعدی اگر اطلاعات غلط بدی گیر میکنی. خارجی اینجوری نیست آدمای پاک و درستی هن. ماها آدمای بدی هستیم، سیستم اجازه نمیدادم تخلف بکنه. در نتیجه اگر ما بتونیم، حالا بتونیم که داریم تلاش میکنیم این کار رو تو این دولت حتما به انتها برسونیم، ما داریم تلاش میکنیم این سیستم رو راه بندازیم. در نتیجه معلومه من کجا هستم، تو کدوم طبقم، چند تا خونه دارم، یه خونم میتونه به اصطلاح تمام تسهیلات رو براش داشته باشه، بقیه خونه‌ام باید مالیاتشو بدم. ندارم، اونی که نداره اون وقت میتونم بهش یارانه بدم، میتونم در حقیقت مالیات ازش نگیرم، بسته به توان کسی. ما بارها تو دولت به برادرها گفتم ما وقتی قانون می‌نویسیم چشمون رو می‌بندیم بر همه یه نسخه می‌نویسیم. ما وقتی هم مریض خون میگیریم اول فشارش رو میگیریم بعد خونه رو میگیریم. ما نمیتونیم از همه مردم یه جور با همه مردم یه جور برخورد کنیم. یکی پول داره باید مالیات بیشتر بده، یکی نداره باید کمک بشه که سر پا بتونه بایسته. اما ایجاد اینها، به عمل تبدیل کردن اینها در این اوضاع، خب الان یه گروهی فقط هر روز روی این کار میکنن. چه نتیجه میده؟ تا حالا 85% رفتیم جلو، انشالله داریم تلاش میکنیم به مرحله عملیات میرسه. بله انشالله سعی میکنیم و حتما تلاش میکنیم که اینا رو تو این دولت اجرایی کنیم به امید خدا. آقای دکتر دوستان اشاره میکنن که ظاهرا وقت ما خیلی دیگه نمونده. من میخواستم یک سوالی از شما بپرسم آقای دکتر، با توجه به این یک سالی که بر شما گذشت و حوادثی که پیش آمد و انگار که زمان روی دو تند خودش حرکت کرد و حالا یه ارجاع بدیم به تفعولی که در لحظه ورود به ساختمان ریاست جمهوری زدید، آیا بازم کاندیدای ریاست جمهوری میشین یا و اگر هم میشید آیا فکر میکنید رأی بیارید و رأی مردم چگونه خواهد؟ من بر اساس اعتقادم اومدم، نه برای پست و قدرت و این حرفا. من به این آب و خاک، به این مردم و به عزت و سربلندی کشورم ایمان دارم. دلم نمیخواد سرزمین ما، مردم ما، کشور ما عقب بمونه، ضعیف بمونه. در نتیجه هر کاری از دستم بر بیاد تو این مدت، علی‌رغمی که الان خیلی راحت نیستم، وقتی بیرون بودم خیلی راحت تر بودم خدا وکیلی، ولی برای اینکه بتونیم به مردممون خدمت بکنیم، هر قدرتی داشته باشم، هر به اصطلاح تا پای جان آمادم برای این مردم عزیز کشورمون تلاش بکنم. مردم عزیز ما به من به این برادرایی که به اصطلاح کاندید شده بودند و یا کاندید میشند و اینا، تو این جریانات هم گفتم یه گوشه‌ای از مملکت رو بگیرید دستتون، شما درست کنید، بعدم تو انتخابات بعدی بیاید بگید ما بلد بودیم اینجا رو درست کردیم اینا نتونستن، کمک کنیم مملکت رو درست کنیم. بله. شعار ندیم، کنار گود وای نستیم بگیم لنگش کن. من حتی تو دولت گذاشتم گفتم آقا این محله‌ای که محرومن بدید بهداشت درمان شما حل کنید. ندادن. یه عده گفتن این میخواد رأی جمع کنه، یه عده گفتن این به اصطلاح چون میدونم میره اونجا رو درست میکنه، به اینا میگن شما بیورزید. قدرت دست شماست، ول کنید مشکل مردم رو حل کنید. هر کی میتونه مشکل مردم کشورمون رو حل بکنه، چه داخل کشور چه خارج کشور، ما دستشو میبوسیم. یعنی دنبال اینیم که مملکت درست بشه. من اگه یه روزی مردم رأی ندن دستشون رو میبوسم میرم زندگیمو میکنم. اون موقعی که صلاحیت یه دی نشستن و گفتن آقا تو ردی، اصلا نمیخواستم بیام. من برای پست و مقام و خوردنی نیومده بودم نماینده بشم. من اومده بودم تا جایی که از دستم برمیاد اون چی که میفهمم اونو تبدیل به یه قانونی بکنم و اونم در اجرا بکنم. حالا چقدر موفق بودم یا نبودم یه بحثه. تو این دوران تا این مرحله که از زندگیمه، چه برای خودم چه برای بچه‌هام چه برای خانواده و قوم خویشم،
اون موقع گفتم نمیگم که در بیاره بگه چیکار کردیم، نه رانتی گرفتیم نه رانتی دادیم. الانم به دنبال اینیم که واقعا صادقانه خدمت کنیم. حتما هم کار ما گیر داره، حتما هم کار ما مشکلاتی داره، گرفتاریم، به این سادگی نی. به خاطر همین میگیم به مردم که باید کمک بکنن مملکت رو از این مشکلات بکشین بیرون. مردم بیان ما درش میاریم انشالله. ولی من تنهایی نمیتونم. طبیعیه. خدا انشالله. از این یک سالگی همکاراتون که 1 سال شد ارزیابی داری که ببینید 1 سالگی همکاران ما، من حالا باید اینو بشینیم بحث کنیم. راجع به مدیریت آقای ابطحی فرمودن ما در مدیریت میگن اجرا کن اشتباه کن، ولی اجرا کن. اشتباه رو نمیگیرن آدمو کله ملق کنن، آموزش میدن. هیچ مدیری دلش نمیخواد بد عمل کنه ولی اجرا میکنه مشکل پیدا میکنه. تو باید آموزش بدی. اگه آموزش دادی بعد رفت اون کارو کرد، اون وقت باید برش داری. نه اینکه اگر اشتباه کرد مثلا بیای فرزند اشتباه نه، توان توان در علم، آگاهی و مهارته. الان مثلا در آب، برق، گاز مشکل وجود داره. هوش هم هست. مشکل مال مدیریته؟ هوش هم هست. هوش هم هست. اصلا هوشم الان من میفهمم شما هر آدم باهوشی، من میگم هر کی رو میگید آقا هر کی ادعا داره میتونه درست کنه بیاد وسط. یکی تو صدا و سیما آورده بودن گفتگو میکرد، میگفت ما 400 میلیارد آب داریم، اینا بیخود میگن مثلا مشکل آبه. الان اعلام میکنم شما بهش بگید من حاضرم 100 میلیارد بهش پول بدم بیاد مشکل آب حل کنه. برای اینکه فقط آب و از کرج از طالقان بیاریم تهران که فعلا بتونیم از این مرحله رد شیم، 7,000 میلیارد تومان پول دادیم که آبه بیاد. خب نی پشت سد آبه نیست، زیر پامون هم چاه داره خالی میشه. این آدمی که ادعا میکنه آب وجود داره بیاد بگه کجاست این آب؟ من که نمیبینم، و هر کی میبینه بیاد حلش کنه، ما که دستشو میبوسیم. این که واسه کنار گود و به اصطلاح حرفایی رو بزنی و بعد بگی من هم مردم حرف میزنم، بی انصافیه. ما مشکل آب داریم، لاجرم همین تو قانون برنامه هم گفتن 17 میلیارد. تمام اساتید دانشگاه میگن باید ما جلو مصرف آبو بگیریم. تمام اساتید دانشگاه میگن. یکی بیاد پشت تریبون بگه نه ما مشکل نداریم. انصاف آقای دکتر خسته نباشید. خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو دولت بر شما و با روحیه‌ای که شما دارید بر ملت ایران مبارک باشه. انشاءالله. خدا کمک کنه شرمنده واقعا خدا کمک کنه. بالاخره مردم عزیز ما اونجوری که حل خواهیم کرد با کمک خود مردم. حتما با این من اعتقادم اینه با مردم حلش میشه. ان شاء الله. آقای دکتر قابل ستایش. آقا خواهش میکنم. آقا بزرگواری میکنن.